بعد از سفری آمریکا در استودیوی آسیا پلیوس قرار دارد. جوانی با استعداد پر انرژی، آنی که صدایش نوایش همیشه به دلها قرین است. استقبال میگیریم چهارشنبه لواتاف در آسیا پلیوس. سلام مهربان جان و سلام گرم جوشان به کل سرول به کل مردم سربلند تاجیکستان و بعد به شنوندگان رادیوی آسیا پلیوس. 18 سالگی هستم. به چند سال شد؟ مهربان جان من الکه از 18 بر وقت گذاشتم. نه چند سال شد؟ 18 سال شدگی تو من چند سال شد؟ 18 6 سال شد. 6 سال. بله بهترین. چرا تا حال اویله‌دار نشدید؟ چرا؟ نمیدونم راستی. با پدر و مادرتون نپرسید ایستادن یا خودتون نگفته ایستادید؟ نه پدر و مادر الکی گفته ایستادند. چون که پدر و مادر مجبور نکرده ایستادند که یعنی ما باید برای خودت یابیم و یا میگوین که با دل خودت یعنی کسی که تو دوست داری و کسی که تو یعنی یابی همون رو بگیر. اما من فکر کرده شدم که اولو هست یا خیر؟ اولو نیست. اولو نیست. آبا چا نخواد مایی قدم چای چرکی رای خوش رو اولو نگوشم یا دروغ گفته ایستاده نه؟ نه با امید گشتگی اگر که فهمد خفه میشد این چهارشنبه راحت کرده حالا نبوده است گفته. خیلی نصیب باشد ممکن. نه دخترکاری زیاد میخوام. من باوری دارم که همین هر چیز در وقت ساعت خودش میشود. نه حاضر وقت ساعتش کو. نه حاضر بله. بعضی فکر میکنم که الکی شکر خدا 27 شدم. همسنفوی من الکی صاحب دو فرزند یک فرزند و من باز فکر میکنم میگم که بله همه چیز ممکن در وقت ساعتش باشد. یک روزش هستن یک روزش بله فکر میکنم همون طور. همسری خودتون رو چقدر تصور میکنید؟ همسرشون باید چقدر باشد؟ من مثلا دختره که همسری دویمی چهارشنبه لواتاف چقدر تصور میکنید؟ راستیگه فکر میکنم که ممکن از یک ساحه دیگر تماما دیگر چون که فکر میکنم اگر از ساحه من باشد در بین ما خیلی یک نوفهمی بسیار خواهد شد. یعنی رشک میگوین که ممکن رشک شود و فکر میکنم اگر از ساحه دیگر باشد بسیارتر توغری میگیریم و کوردور نشود به شما. نه سرایندگی شما کوردور نشود بعد حیات شیرین نشود. بعد یک چیز رو میخوام گفتن که هنرمند رو فهمیدن خیلی مشکل است. بسیار ممکن دخترها نمیفهمند چون که حاضر شما چپانه گفته ایستادید گفتید که دیگر ساحه باشد مرا خوبتر میفهمد ساحه نه من درمون گفته ایستادم که یعنی مثال میشد که هنرمند میرود در یک نمیدونم کنسرت یا که یگان جای دیگر میرود یک هفته خانه نمیشود یا که یک ماه بعد بسیار آدمان بسیار دخترها ممکن نفهمند این رو یعنی بله شما با میفهمیدگیش در کاره؟ من میفهمیدگیش در کاره. من بسیار در چورابینی ها اعتبار دادگی هستم. خب من دخترکو هم تماشا کرده ایستادن چهارشنبه حالا چی میگه حالا اویله‌دار نیست مجرد است. شروع فهمید همین چورابینی ها همین چهارشنبه میرود یک آدمی موسیقی بیگناه کاک همین میرود کو همه رو مچک کردن میگیرن از وای زنک از وای دختر از وای صنعتکار از وای دیگه همه میبینن چهارشنبه مچک کردن میگیرن. ای بی چهارشنبه نیست. همین فهمید دوستان عزیز دیدید و آینده نفری که همسری چهارشنبه شدن میخواهد نیت کردگی باشد همین رو درست فهمید. ای بی چهارشنبه نیست. چهارشنبه حتی در آمده میرود همین چهارشنبه آغوش میکنم مچک میکنم اینجا سرخ میشود که یگان خیلی حالتا دوخی های ژنسکی میشیند یک بار بوش. دوستان عزیز دیده وقتی که به خانه تون در آمده میرود جنجال نکنید در سرش بس کاورات کنید. رحمت میرم بعد این گپا تماما دیگر ممکن عموما جنگ نشود. عموما زن نمیگیرم.
خیلی مگریده فرشته امید نکنه. تو با جای گویی که این یگان چوربینه میرود باز سرود شخونده در حال میرود. نه من طرف شما گرفته استادم. من گفته استادم که برعکس این آدم بیگناه هست، این نمیخواهد که همه خودش چیکار کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ خب حیات صنعتکار همین بود هستن. حیات صنعتکار همین است. عموما شما که در عایله صنعتکار به دنیا اومدید این چیز رو خوبتر و بهتر درک میکنید. مثلا از مادرتون بازم الکی میفهمید که مادرتون چه پدرتون رو انتظاری میکشن کمی اومده باشد و راه سفر که اینجا دیگر. خب و پدر و مادر دارید که واقعا با شما هم فخر میکنند، شما هم با اونها فخر میکنید. امروز خوبن استاد عزیز؟ استاد خوب هستند، شکر خدا خوب هستند. بله خیلی خرسند شدند که اومدند، چون که من که من رفتم پدر و مادر تنها موندند و من خیلی یاد کردم. الکی 2 سال گذشت که من در امریکا هستم و میدونید در اونجا وقت همین خیلی میگذارد که من نمیدونم 2 سال چه خیلی گذشت. من فکر کردم که من دیروز با اونجا رفتم و بله 2 سال بوده. 2 سال گذشت. پدرتون اصلا در کجا تولد شدن؟ کجایی هستن؟ پدرم در بدخشان تولد شدن. کجا؟ بله از بدخشان، از نوع شغنون هستند. شغنون. مادرتون؟ بله مادرم هم. مادرتون در شغنون؟ بله از پدر و مادرم از یک یعنی قشلوق گویم خطا نمیکنم. از یک آنها بعداً در همین پایتخت شناس شدگی هستند یا در اونجا؟ نه در اونجا شناس شدند. یک در سن 18 سالگی شناس شدم با فکرم. همسنف نبودن؟ نه همسنف نبودن. خیلی شناس شدگی هم میگن. پدرتون از مادرتون چند سال کلان؟ مهربان جان این برعکس است. در مادرم از پدرم 2 سال کلان است. بله بله همین گونه شد که مادرم از پدرم. مادرتون با پدرتون سخت عاشق‌تر شدن؟ نه انتظار شده؟ ممکن نه میگیری بودم دیگه. من پرسیدگی هم نیستم. چرا نمیپرسید؟ خیلی بعضی وقت میگفتم مادرم میگفت نمیگفتید که اوچا ما ایکجا پیدا شدگی اینگه از که بچه هم تو را زوخ آورده مرتبتگی و فلان پرند. نه مادرم میگفت که پدرم خیلی از همون دوره مکتب خونی سرود میخوندند و پدرم میگفت که تویا همون قشلوق و هر روز توی میرفتم. بعد و مادرم میگفت که همون قشلوق ما بسیار توی میومد و همون که هر روز به هر بهانه میومد مرا. بعد همین خیلی با فکر تاگی شش میکرده. بله همین خیلی شناس شده. تویشون همونجا تو شدگی است؟ بله کی دوشنبه اومدگی هستن؟ دوشنبه من صرف 5 بودم که ما مرکز اومدیم. شما هم در اونجا تولد شدگی هستید؟ من بله تولد در بدخشان شدگی ام. در همون شغنون؟ بله نه در خوروغ. در خوروغ؟ بله من در از شغنون بعدا در خوروغ زندگی کردن؟ بله چون که پدرم که اویلادور شدند در حال به مرکز شهر اومدن به خوروغ و در تئاتر شهر خوروغ فعالیت کردند و بعد که من به دنیا اومدم و من صنف 5 بودم در خاطرم است که ما کوچیدیم به دوشنبه. شما چندمی فرزند هستید؟ من یکم شما؟ بله. عمومی چند فرزند دارن پدر مادر شما؟ شما و من و خواهرچای مایده. تمام. بله. شما از 27 ساله؟ بله. خواهرچتون؟ خواهرچم 22. بهترین. شما بعداً به کدام دانشگاه داخل شدید؟ من بعداً با کالج صنعت. با کالج صنعت شد. از صنف چندم میتون رفته؟ از صنف 9. کالج صنعت به نام کی؟ به نام استاد احمد باباخلوف. در کدام ژانر رفتید؟ در ژانر سرودخوانی خلقی. بله. بهترین زور. بعداً کنسرواتوریا دانشگاه فرهنگ؟ بعداً با دانشکده صنعت اومدم. داخل شده؟ بعد ختم آنجا؟ بله. در گوت تالنت چه رفتید؟ چه پیدا شد من باید روم گفتید؟ مقصد گذاشتید؟ در خاطر دارم ساعت 6 سحر رفتیم تئاتر اپرا در بالت گذشت. 6 سحر رفتیم نوبت من 12 شب شد. من همین خیلی مونده سرم. بله از همه آخران همون روز بودم. آخران آدم. همین خیلی سرم درد. من چند بار گفتم که من نمیرم، من خونه میرم و باز پدرم مادرم نه اومدی باید برآمد کنی. من گفتم خیلی مالی. همین خیلی صحنه برآمدم مونده سرم درد دارد. بعد که همون صحنه برآمدم همون ایسیوت همون چی از خاطرم برآمد. من گفتم خیلی برآمدم من باید اشتراک یعنی یکمی همون سرود رو خونید. اگر آن طور که شیرازی
به دست دارد دلی ما را به خالی این دویش بخشم سمرقند و بخارا را الله دورت дамин. چهارشنبه خودش یک روزی مراد بخش. به همین مناسبت نامتون رو گذاشتن ده؟ یک روزی خوش. نه من بابای من چهارشنبه نامی بابایتون هم نامی بابایتون هم یک روزی مراد بخش یک روزی چی بگید با ما این نام رو نامی میراثی میگوین وقتی نامی میراثی شد همه آن کس رو شما لبای شما مرام شما والله خب بهترین شنونده ها گوش کرده ایستادن بسیار میخوان سرود گوش کنن اینجا درخواست هم آماده ایستاده است. من SMS ها رو میخونم. خب من غلام بنده بگ سوی انبری غیر از تو نیست در دل ارمان دیگری اگر بر شاخ گلشینی شوم گلزارا بنده اگر بلبل صفت نالی شوم گفتارا بنده دو ابرو بود پیوسته دو رخ مانند گل دسته دو زلف از ناز بشکسته شوم آن ناز را بنده تشکر. چهارشنبه آمدم. زور سوپر گفتی ستاره فرمانم وقت تا لعنت بوغا. در حقیقت خدا داد زور بهترین. من از زیاد دخترها با شما عاشق میشوند همه میخواد که با شما باشد و چهارشنبه چهارشنبه والله این اون جانی هر خیلی زور محبت میشود. دیدی کاش شما هم کوشش میکنید که دل هر یک آنها رو خرسان کنید. شد گال نیست این شما با تو میشم فکر همین سرودی من با تو چند سرود ایجاد یک تا سرود ایجاد شده که بچه‌ها کسا همین سرود من برای تو ایجاد کرده که چرا سراینده ها دروغ هم میزنید. نه اصلا بله برای من بسیار سوال میتونن که این سرود برای کی این سرود برای کی ایجاد شدگی است اما من فکر میکنم بسیاری سرانده ها که سرودای عاشقانه میخوانند این سرودها برای یگان کس نیست این برای همه برای مخلصان برای شنوندگان چون که اصلا اون سرود اون هنرمندی که میخواند وای فقط خواننده است این سرود دارد نویسنده شاعر این سخنها رو مینویسد و بعد این سخنها میروند پیشی آهنگساز این سخنها رو در موسیقی میدرارد بعد سیوم یعنی قسم میدهد پیشی هنرمند بعد این خواننده این سرود رو میخواند. شما شخصا برای کی میخونید؟ منم شخصا من نام یک کس رو گیرم دهتی دیگرش خفه میشد. راستی گپ منم شخصا برای مخلصون عشق من مخلصان گه سلامت باشه. تشکر زیاد. در حقیقت درست هنرمندان برای مخلصانشون کوشش میکنن زحمت میکشن. خب من بلیت سوال ها رو پیشنهاد میکنم شما کتو جواب میدید. دزدی کردید و چرا دزدیدید برای چی دزدیدید؟ نه راستی دزدی نکردم چون که من فقط در خونه این خیل مثل این گپ دزدی و نوشیدن این همه وقت یک چیز ناممکن بود. پول دوستدار هستید؟ نه اصلا تمام دوست داشته شما؟ آش در آمریکا بعد به شما کی آش پخته دادک؟ نه در آمریکا راست دیگه من که خودم در نیویورک هستم در نیویورک از لحاظی که بسیار مردم آسیایی میونه است در اونجا بسیار طرفخانه های تاجیکی و ازبکی هستن که در اونجا آش قرطوب یگون
یعنی پرابلم نیست. همه لحظه بودید؟ همه بله. در زیاد خاندان‌های تاجیک مهمان شدید؟ بله بسیار مهمونی میشویم و همه وقت یعنی همون کامیونیتی تاجیکایی که در امریکا هستن بسیار وقت جمع میشویم میشینیم و بسیار وطن رو من که 2 سال شدم و آدمایی هستن که 10 سال 15 سال و میشینیم و بسیار وطن رو خیلی یاد میکنیم، خیلی فقط از وطن صحبت میکنیم، از خورد و از همون طعم ها و از همون دختر رویو. خب شیخ میکنم. خب بعداً پرابلم اساسی در امریکا برای شما شخصا چی بود؟ چی پرابلم مشکلی در چی بود شما؟ راستی گپ یعنی دیگر دنیا است، دنیایی که یک بحری که یعنی آخر ندارد، خیلی یعنی مگاپولیس میگن که بسیار جای کلان، دولت کلان. من مثال در کوچه ها بسیار گشتیدن در آنجا. بله. آدمان سمیچکا یعنی آفتابپرستانه پیستا خورده میپرتافتن؟ بله. در آنجا هم بود؟ بله 100%. میخوردن کاغذش رو میپرتافتن؟ 100%. بکلاشکا رو میخوردن میپرتافتن؟ بله. بود ها؟ بله بود. اما خودتون رو پس در دوشنبه در دوشنبه احساس کردن؟ بله. فرق کنندش چی بود؟ فرق کنندش همین که آدمای هر خیل، زبان هر خیل، فرهنگ هر خیل. مثال تو در بین فرهنگ هر خیل یعنی میغلطی و برای من خیلی عجایب بود که من هر نمود در یک روز تو میلیون نمود آدمای میبینی، فرهنگ میبینی و شناسایی با دیگر فرهنگ و اونها از فرهنگ خودت یعنی چی میگن با خبر میشوند و این خیلی خیلی جالب است. در آنجا نسکی شما چه رنگ داشت؟ باور کن من در آنجا من توانستم که نسکی سرخ رو یگان وقت پوشم، چون که در دوشنبه خیلی مثال ما اگر شهر برایم ما باید دقت کنیم که چی میپوشیم. مثال باید یگان نقصان نباشد در همین ژمپر ما. در امریکا تو چقدر خود رو خوشرو کنی، چقدر خود رو اوراتی، یگان کس نگاه نمی کند. فرق نداره که تو چی پوشیدگی چی نپوشیدگی. و بعد که اولین بار رفتم همون روزای اول در خانه باید با بیرون می برآمدم و چی درزمال رو کوفته شدم و خواهرچه هم گفتن که درزمال نیست، من کورتم رو درزمال کنم تو که با میگد ما درزمال نداریم در اینجا. گفتم چه؟ گفت در اینجا یگان کس لباسش رو درزمال نمیکند. برای من بسیار حیرت یعنی جالب بود چی خیل. بعد که بیرون بر اومدم یعنی میخواستید که خسروش رو بله بعد بیرون بر اومدم میبینم که مردک مثل خیلی فاسون سلیتنی لباسی یعنی شیم و کاستوم اما درزمال کردگی نیست، کورتاش هم میخیل جینج. من نگاه کردم گفتم چی خیل. و بعد آموخ شدم در اونجا لباس به درزمال پوشیدن. دیوانگی سر کردیم. بله با سر شد دیگه. گفتم خیلی چی با خود را خوشرو کنم که یگون کس من رو نگاه نمیکنن. آزر هم آمدگیم لباسای من از امریکا درزمال کردگی نیستم. بعد این روزه که از خانه بر آمدم مادرم گفت ای امین ژمپر کمتر اتوک. من گفتم این نه. گفت خیلی. گفتم ما اتوک نمیکنه. عادت میکنه. بهترین سلامت باشه. سمیه نوشتن السلام علیکم اکای مهربان، شماتون بخیر باشد. با چهارشنبه عزیز سلام خود را میرسانم. چرا اینقدر خراب شده است؟ چند کیلو است گفتن؟ نه من چقدر خودم رو چی میگن خبر هستم. من همین خیل هستم خراب. بله همون 62 کیلو هستم. از 62 نه زیاد میشم نه کم. بله بیچاره. بعد که من بسیار مردم کامنتاری مینویسند خیلی خراب هستی. من بعد رفتم پیش دکتر گفتم یک چی گپ باشد که تماما فربه نمیشم. و بعد خیلی یعنی همون تشخیص کردن، آنالیز سپوریدم و شکر خدا هم خوب بود. و گفت که آدم‌ها هر نمود میشوند، یعنی همین ارگانیسم آدم هر خیل میشود. هستن آدمایی که مثال تو 30 ساله
همین خیلی هستند و یا تماما فربه نمیشوند و از 30-32 بولو الکی یعنی اوستا فربه میشن. چون که من پدرم رو هم در خاطر دارم، همسال منی که بود، از یعنی صورتو میبینم، عکسو از منم دیده خرابتر بودند و بعد که اویلادور شدند و کمتر از سن و سال و بعد الکی فربه شدند. من فکر دارم که اما من نمیخوام که فربه شم، من میخوام خیلی بستم. این معنای اون رو دارد که شما باید زن گیرید برای فربه شدن. بله سلامت باشید، سلامت باشید. خب اینجا یک نفر پریوش نوشتن السلام علیکم، تشکر زیاد که چهارشنبه رو دعوت کرده. در چندین چهاربینی ها میروم در بهترین جایزه سپوری ها. افسوس که چهارشنبه نبود، افسوس لیکن چهارشنبه را هر لحظه ما منتظر هستیم. از آخران ترانه شوخ و جذابشان کجا میری کمتر زمزمه کنن گفتن. بله تشکر زیاد. مرا دیوانه کدی نداره رم عاشق، دل صد پاره کدی به این میان بارک، او شمستانه کدی تو با دو چشم تارک و با این بچه تاجیکی تو هست لایق. ایارم کجا میری دل دارم کجا میری، من بی صبر و قرار مرا با خود ببری. ایارم کجا میری دل دارم کجا میری، من بی صبر و قرار مرا با خود ببری. برای آدم برداشت. سلامت باشید، تشکر زیاد، بهترین. خب سروینوز نوشتاد السلام علیکم، چهارشنبه اگر رفت یک دخترک که شما رو دوست می‌دارد و به شما میگه که چهارشنبه من تو رو دوست می‌دارم، میخوام با تو یاددار شوم میگه، ولی که اون دختر به شما معقول نیست، چه خیلی جواب میدید؟ بسیار پرابلمی گلوبالی، بسیار سوالی، یعنی نمیدونم دختر میگه چهارشنبه چگونه جواب دیم. تو با من معقول هستی؟ من فکر میکنم که مثال این نه تنها دختر، مثال اولت میشد که بچه‌ام با دختر یعنی اظهار مناداری گفتم، اظهار محبت میکند و این چپانه بله چپانه نه، اما بعد که مثال دختر حق دارد که گوید که معقول نیستی، من فکر میکنم که آدم باید همون دوست داشته شد. مثلا شما چی میگفتید اگر همین یگان دختر هم میگه؟ من ممکن میگفتم که نه، من همین راستگو هستم، من میگم اول اوتام از راستی کن. نه ممکن من یگان خیلی میفهموندن که من تو میگفته که بچه نیستم، من میگفته که بچه تو نیستم، او چما پرس میگه. نه ممکن یگان خیلی میفهموندم و مثلا چی میگفتید؟ بسیار بسه ممکن نه میفهموندم که مثلا من تو رو نمیشناسم و شناس نیستیم و یک دخترک با من گفت، من گفتم من کستم. نه ممکن بعد دروغ میگفتن که من الکی نامزد دارم، یگان خیلی ممکن از همین چی میبر اومدم. دروغ میگفتید؟ خیلی آدم یک مثال یک خیلی وقت مجبور میشود. خب من مثلا نامی شما رو چهارشنبه گذاشتن، اگر شما رفت و فرزندار شدید، مثلا پسرچه به دنیا آمد، نامش رو چی میمونید؟ من بسیار نامویی که مثال برای نام خودتون به خودتون معقول است؟ بله چون که یعنی من نگفتید که چرا نامی مرا اینطور گذاشتید؟ نه نگفتم، چون که مثال من چون که این نام بابای من بود و من خودم یگان بار بابای خودم رو ندیدم راستی، بعد که مادرم خیلی میخواست که نام پدرش رو باید زنده کند و منم دیگر یعنی زید نشدم و با این نام من یعنی مشهور شدم و با این نام رو شناختن. مثلا نام فرزندتون رو شما چی میموندید؟ اما چون که مثال وقت میگذره من پگه یک بار شما فرزندار شدید، من فاروق حسنوف روزی کنسرتش فرزندار شد یک بار. بله من میخواستم تبریک کنم چون که من نمیدونستم، اما راستی الان نمیدونم چون در سر بسیار نام های یعنی زیبا میبیرن، بسیاری با شما پریکول میکنن، نه بسیاری با شما پریکول میکنن. مثلا زنگ میزنه در دخترک الان میگه چهارشنبه تی فرزندار شدی مبارک شد، که چی تو این شده.
بیا فرزندت رو بگیر. چی خیلی؟ نه چی میموندید مخصوصا؟ خیلی نام گوید کنه؟ کدام نام به شما مقبول است؟ بله برای من همه وقت نامی یک نامی که با یک شخصیت پیوست است و این شخصیت برای من با زندگی من با موسیقی من گویم خیلی یک چیزی کلون بخشید. چی میگن؟ امید کلون بخشید. این بله این و این نام هم فکر میکنم یک نام خیلی ارزنده است که میخوام عیناً برای همین شخص و برای همین شخصیت این نام رو مونم. این نامی یعنی آینده چهارشنبه البته فرزند خودش رو نام میگذارد رومی. واو با افتخار مولانا جلال‌الدین بلخی. بله واو بهترین. عجایب. تشکر. عجایب بهترین. این مخفی بود مهربان. ایده شما دوست دیدم بهترین. خیلی نه گپ مخفی نیست. بله نیت نیک نیمی دولت. بسیار نامی بزرگ. بله ما اکنون به دانش و ذکاوت شما خواهید. تشکر. شما آدم عادی نبوده. همه درک کردن نمیتونند، همه فلسفه و بله احساس کردن. اما من چیز رو مشاهده کردم در امریکا. مولانا خیلی یک چی گویم مقام بلند هم نه به نهایت بلند دارد، چون که من هر ماه یعنی اگر دروغ نشود هر ماه یعنی میشد مولانا خونی رومی خونی در اونجا جمع میشن تمام هنرمندان، نه اینکه مثل هنرمندای آسیا، هنرمندای امریکا تمام جهان مثل مینوزند و غزلهای مولانا رو میخونند و من در همه این چیزا اشتراک میکنم و یک کیفیت یک چیز نو رو برای خودم میگیرم و یعنی بسیار مرتبه بزرگ دارد و جهانیان این شخصیت بزرگ رو قبول دارند و فخر میکنند و فخر ما چی است، فخر من چی است که این شخصیت بزرگ توجیک است و برای من این بسنده است. افتخار من همین است. بله بیت کمتر زمزمه کنید از مولانا. ای عاشقان ای عاشقان عشق از کجا من از کجا، ای بدلان ای بدلان عشق از کجا من از کجا، استم خری داری غمت ایران بابا زاری غمت، جان داده در کاری غمت، عشق از کجا من از کجا. تشکر. سوپر. و اینجا باز رحمت الله نوشتن چهارشنبه رادنوی نوشتن. زنده باشید. در تمام آزمون ها من به شما آواز دادم و آینده هم دستگیری میکنیم. تشکر. تو میتوانی فقط به پیش زن نمیگیری برات. زنگیری چهارشنبه پروبلم. در اینستاگرام یک گپ مشهور شد. یگان گپ برای زنگیر رو رویش کن. نه من فکر میکنم یگان شرط مونه اگه همین شود بعد زن میگیرم. تو شرط مونه. خب تشکر. من هم فکر کردم که من باید اول کمی یعنی چی گویم در زندگی کمتر کامیاب شوم و کمتر همون پرابلم‌های زندگی که هستن نمیدونم مولوی و یعنی دیگر کمی برقرار شوند و بعد آدم میتواند با یک چی گویم با یک دل پر آسایشتگی خاطری جمع. بله اما بعد که فهمیدم که این پرابلم‌ها تماما آخر ندارن و من باید زن گیرم. شد تمام. اعلان دوستانی عزیز، دخترکانی از چند ساله از 18 تا 25 ساله خب بگذارم میخواد چهارشنبه علاوه زن گرفتنی است و باید از انتهام گذارید. اما باز یک گپی دیگر است که در عشق سن سال نگاه نمیکنند. چی میداند که تو 30 ساله
خب گام نیست بگذار من مادرتون از پدرتون 2 سال کلان لیکن بسیار خوشبخت اویلای زیبا اویلای بهترین است و گپ در سین سال نیست گپ در فکر میکنم دیگه چی بله در یعنی فهمیدن همدیگر رو یعنی دوست داشتن و دیگر بله فکر میکنم همین خیلی الهی خوشبخت شوید ما همیشه دعاگوی هستیم که مهم شما خوشبخت باشید مثال چهارشنبه برین باز استعدادهای مایدیچه بعدش من اشتری کی گن چهارشنبه قندت زن او تاتا من دیوونه کرده بود اکن با تو شید تمام اینجا اسمس اومدن که استاد است چهارشنبه مدینه اقنظارова رو گیر نوشته چهارشنبه مدینه اقنظارова как раз بشورش نمیشه ممکن یکی گفته نمیشه هر دوتون برابر هم با مدینه قریب کی مدینه اشما خوردن نه ما با مدینه همسال هستیم همسال بهترین میشود شد مدینه تیار شو خیر دوستان عزیز خود را احتیاط کنید مدینه ابو بخش